اکثر مردم وقتی وارد اتاق میشن نادیده گرفته میشن. حضور اونا ضعیفه و انرژیشون فراموش شدنیه. اونا مثل سایه بین سر و صدا محو میشن و به سختی توی ذهن اطرافیان ثبت میشن. اونا صحبت میکنن اما کلماتشون وزن نداره. عمل میکنن اما تاثیرگذار نیستن. وجود دارن اما فرمان روایی نمیکنن. اما کسایی هستن که وارد میشن و کل اتمسفر اتاق تغییر میکنه. نگاه ها به سمت اونا قفل میشه، گفتگوها متوقف میشه. حتی کسایی که اونا رو نمیشناسن حضورشون رو حس میکنن. این یه نیروی ناگفته است. حضوری مغناطیسی که توجه رو طلب میکنه. این تکبر و غرور نیست. این یه قدرت واقعی و غیر قابل انکاره. جلب احترام پیش از این که حتی یک کلمه گفته بشه. تفاوت چیه؟ یه حرکت ساده. این کار رو فقط یک بار انجام بدید و ببینید چطور مردم برای همیشه با شما متفاوت رفتار میکنن. حقیقت اینه که جامعه به قدرت احترام میذاره، نه به ضعف. هیچ کس به ضعیف احترام نمیذاره. جامعه بر اساس سلسله مراتب سلطه، تسلیم، رهبری و پیروی عمل میکنه. بیشتر مردم نمیدونن که به طور مداوم ارزیابی میشن و توی دسته‌بندی‌های نامرئی قرار میگیرن. این اتفاق توی جلسات کاری، محیط‌های اجتماعی و روابط میافتن. همه جا. شما ممکنه فکر کنید مردم بر اساس اون چیزی که میگید قضاوت میکنن، اما در واقع اونا بر اساس نحوه گفتن، حرکات و طرز ایستادن شما قضاوت میکنن. اگه سریع صحبت کنید، تردید کنید یا بیش از حد تلاش کنید تا تایید بگیرید، کارتون تمومه. مردم ناخودآگاه شما رو فردی پایین‌تر از خودشون دسته‌بندی میکنن و وقتی این برچسب زده میشه تقریباً غیر ممکنه که اونو از بین ببرید. شما پیش از شروع گفتگو بازنده اید و همین خاطره که بعضی افراد وقتی وارد اتاق میشن فوراً احترام کسب میکنن، در حالی که دیگران برای دیده شدن تلاش میکنن. این ربطی به شانس یا کاریزمای ذاتی نداره که به ادراک مربوطه و ادراک چیزیه که میتونید اونو کنترل کنید اگه تکنیکای درست اونو بدونید. اما اگه به شما بگم یه تغییر ساده توی زبان بدن میتونه توازن قدرت رو فوراً تغییر بده، چی؟ یه حرکت که باعث میشه مردم بدون اینکه شما کلمه‌ای به زبون بیارید به شما احترام بذارن. قدرت مکس، توانایی کنترل زمان توی گفتگو. آدمای ضعیف برای پر کردن سکوت عجله میکنن. اونا سریع صحبت میکنن چون میترسن نادیده گرفته بشن. اونا حرف میزنن و امیدوارن تایید بگیرن. صداشون توی آخر جملات بالا میره تا تایید بگیرن. به جای کسب احترام بیش از حد تلاش میکنن و در نتیجه قدرت خودشون از دست میدن. اما آدمای قدرتمند مکس میکنن. اونا اجازه میدن سکوت به نفعشون کار کنه. اونا دیگران وادار میکنن منتظر بمونن و احترام بذارن. این فقط یه ترفند نیست. این یه سلاحه که رهبران، مدیران و افراد با جایگاه بالا قرن‌هاست اونو به کار میگیرن. به آدمای قدرتمندی که در طول تاریخ دیدید فکر کنید، چه توی کسب و کار چه توی فیلم‌ها. اونا عجله نمی‌کنن، بیقرار نیستن، سکوت رو با کلمات غیر ضروری پر نمی‌کنن که حاله‌ای از کنترل و قدرت ایجاد می‌کنن. وقتی کسی از شما سوالی پرسید فوراً جواب ندید. مکس کنید. اجازه بدید سکوت کش بیاد. اونا رو معطل نگه دارید. وزن انتظاراتشون رو احساس کنید. بعد با آرامش و کنترل صحبت کنید. ببینید چطور اونا به سمت شما متمایل میشن. چطور انرژی اتاق به نفع شما تغییر میکنه. این توهم نیست. این روانشناسی انسانی توی بهترین شکله. اما چرا این کار جواب میده؟ توی طبیعت غالب ترین موجود هیچ وقت بلندترین صدا رو نداره. شیر قبل از شکار غرش نمیکنه. توی سکوت حرکت میکنه، محاسبه میکنه و منتظر لحظه مناسب میمونه. آلفا توی هر گروه نیازی نداره سلطش رو اعلام کنه. این موضوع توسط بقیه از قبل فهمیده شده. رهبرای واقعی هیچ وقت دنبال جلب توجه نیستن. اونا کنترل توجهات بقیه رو توی دستشون دارن. همه افراد قدرتمند یه ویژگی مشترک دارن: آرامش و کنترل. اونا عجله نمی‌کنن، مکس می‌کنن، مردم رو منتظر می‌ذارن، تنش ایجاد می‌کنن و دقیقاً همین تنش به اونا قدرت میده. وقتی مکس می‌کنید پیام میدید که من دنبال جلب توجه تو نیستم. من کنترل رو در اختیار دارم و مردم ناخودآگاه قدرت شما رو میفهمن.
از اونجایی که مردم همیشه به قدرت احترام میذارن، بلافاصله به شما احترام میذارن. این تکنیک فقط روانشناسی نیست. این ریشه عمیقی توی رفتار انسانی داره. سکوت باعث میشه آدما معذب و بیقرار بشن. مغز ما برای اجتناب از عدم قطعیت برنامه‌ریزی شده و مکث به موقع این عدم قطعیت رو ایجاد میکنه. این باعث میشه مردم روی شما تمرکز کنن، به سمت شما متمایل بشن و منتظر کلمات بعدی شما باشن. مردم به چیزایی که نادر یا دشوار به دست میان ارزش بیشتری میدن. وقتی کمتر صحبت میکنید اما با تأثیر بیشتر، کلمات شما به طور خودکار ارزشمندتر به نظر میرسن. هرچی کمتر به دنبال تایید گرفتن باشید، اونو بیشتر دریافت میکنید. اکثر مردم سریع صحبت میکنن، لکنت دارن و بیش از حد حرف میزنن. وقتی آرومتر میشید، برجسته تر میشید. حضور شما قابل توجه تر میشه. صدای شما فرمانده تر میشه و کلماتتون وزن بیشتری پیدا میکنه. صحبت سریع معمولاً باعث میشه فرد عصبی یا نامطمئن به نظر برسه. اما صحبت آروم و حساب شده، اعتماد به نفس، هوش و اطمینان به خود رو نشون میده و ناخودآگاه به دیگران میگه من کنترل دارم. اما چطور اینو به کار ببریم؟ بار بعد که توی یه مکالمه بودید، چه با دوست، غریبه یا فردی با قدرت، وقتی از شما سوالی پرسیده میشه، فقط 2 ثانیه مکث کنید. تکون نخورید، نگاهتون رو نگردونید. سکوت رو نگه دارید، بعد با آرامش و اقتدار صحبت کنید. ببینید واکنش اونا چطوره. چطور توی صندلی جابجا میشن، چطور نگاهشون به شما قفل میشه و انرژیشون ناگهان با شما هماهنگ میشه. این کار رو 1 بار انجام بدید و فوراً متوجه تغییر میشید. این کار رو روزانه انجام بدید و دیگه مردم هیچ وقت مثل قبل با شما رفتار نمی کنن. اکثر مردم این توصیه رو نادیده میگیرن. به صحبت سریع ادامه میدن، دنبال تایید میدون و نادیده گرفته میشن. اما کسایی که مکث رو یاد میگیرن، از سر و صدا بالاتر میرن، اتاق رو فرماندهی میکنن و احترام جذب میکنن. انتخاب با شماست. امروز این ترفند رو امتحان کنید و توی کامنت ها بنویسید که چه تفاوتی رو احساس کردید. قدرت داده نمیشه. قدرت به دست آوردنیه. کسایی که قوانین ناگفته سلطه رو میفهمن، بالاتر از ضعیفا، فراموش شده ها و کسایی که توی سر و صدا محو میشن قرار میگیرن. قدرت توی هر کلمه‌ای که میگید، هر حرکتی که انجام میدید و انرژی که منتشر میکنید نهفته است. کسایی که خودشون رو کنترل میکنن، همه چیز رو کنترل میکنن. بار بعد که وارد اتاق شدید، از خودتون بپرسید که آیا نیرو هستید یا توی سر و صدا محو میشید. مکث فقط سکوت نیست، یه قدرته، یه سلاحه، سیگنالیه که به همه میگه شما کنترل رو در دست دارید. پس امروز توی مکالمه بعدی خودتون این تکنیک رو امتحان کنید و وقتی که تغییر رو احساس کردید، واکنش رو دیدید و قدرت رو حس کردید، دیگه هیچ وقت به عقب بر نگردید.